درود به همراهان و عزیزان پیج میرانا مایند. برای آشنایی بیشتر با چارت تولد تصمیم گرفتم که از کسانی که حالا تمایل دارن میتونن اطلاعات تولدشون رو بدن و چارتشون ترسیم بشه و در مورد حالا بخشی از اون چارت تولد توضیح داده میشه. بگم که این تصویر راشی چارت هستش که چارت تولد اصلی هر فردی هست و این جدول ماهاداشا هستش که در واقع از بدو تولد تا 120 سالگی هر فردی رو نشون میده و در واقع میگه که در اون دوره اون فرد کدام یک از این خانه ها براش فعالتر هستش. و این چارت ناوامشا هستش یا چارت دیناین که عمیق‌ترین بخش های درون یک نفر رو نشون میده، سایه های زندگی یک نفر، ترس هاش و حتی خیلی ها به این رو به چارت ازدواج میشناسن. ولی خب این چارت کاربردهای بسیار زیادی داره و خیلی چارت پر اهمیتیه. در واقع این چارت پتانسیل هر فردیه، این چارت حکم اون پتانسیل هاست. این چارت متعلق به یک خانم هستش. در قسمت اول تفسیر چارت ما رو با طالع و نشان ماه و خورشید آشنا میکنم. این فرد طالعش که عدد 4 در این خانه هستش میشه طالع یا رایزینگش که نشان خرچنگه. خانه های چارت تولد به این صورت شمارش میشه: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. و نشان خورشید این فرد، چون خورشید در نشان حمل قرار گرفته، بنابراین نشان خورشید این فرد حمل هستش و ماه در نشان ثور قرار گرفته، پس نشان ماه این فرد ثوره. پس این فرد مجموعه ای از این سه نشان زودیاک هستش که در واقع این چیزی هست که در ظاهر اون فرد رو میبینن و یک سری فیزیک و خصوصیات اخلاقیش رو میسازه و این در واقع روحش هستش، ایگوی اون فرده و شخصیتشه. و ماه نماد ذهن، مادر، عواطف و ونوس حاکم نشان ثور هستش. هر کدوم از این نشانها یک حاکمیت دارن و ونوس سیاره احساسی هستش، سیاره‌ایه که عاشق تجمل، لاکچری بودن هستش. حاکمیت نشان خورشیدش سیاره مریخ هستش که در کنار ماه قرار گرفته و حاکم طالعش ماه هست که ماه حاکم نشان خرچنگ هستش. بنابراین این فرد ظاهر شخصیت ذهنش ترکیبی از این سه نشان هستش. این فرد یک چارت بسیار برجسته داره و یک چارتی داره که نکات کلیدی بسیاری درش وجود داره، مثل قرارگیری کیتو در خانه 4، پیوند خورشید و راهو، ساترن راجع و ونوس راجع رو در خودش جای داره و یک سری تضادها در شخصیت این فرد وجود داره. چالش های ایجاد کرده و چارت تولد از لحاظ 4 لایه بررسی میشه. 4 لایه‌ای که ساختار شخصیت و روانی فرد رو نشون میده، الگوهای کارمایی و ویژگی‌های اصلی زندگیش رو نشون میده و روابط، ازدواج و مسائل عاطفیش که میشه خانه 5 و خانه 7 و همینطور مسیر شغلی و پیشرفتش که و نقاط حساس زندگیش که خانه 10 خانه شغل و خانه 11 خانه ثروت، خانه آرزوهاست، خانه روابط‌های اجتماعیش هستش. اگر شما هم تمایل دارید که بخشی از چارتتون حالا در ریلز ها بررسی بشه، اطلاعات تولدتون رو دایرکت بفرستید. ساعت تولد نیاز هستش، تاریخ تولد به طور کامل و همچنین شهری که متولد شدید. و اگر هم میخواید چارت تولدتون ترسیم بشه، دایرکت پیام بدید. ترسیم چارت تولد به صورت رایگان هست.